اینه و پسرشه. احمد السلام عليكم. سلام. شلونك حبيبي؟ زين. تفضل. سلام. يا سلام خوشگل. هلا احمد. هلا تفضل. خب دوست دارم بیاین اینجا از روی این صحنه این جمعیت رو ببینین تا ببینین اعتماد به نفس یعنی چی. ماشاءالله. یه تشویق خوشگل دوباره بکنیدش. احمد ها. فارسی صحبت میکنی یا عربی؟ ولا شبشه میکنم. چی؟ شبشه میکنم. قاطی میکنم. بعد عربی رو چیز کرده. آره. کش کرد. شبشه میکنم. شبشه میکنم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد مراونه هستم. 7 ساله. از کجا؟ از اهواز. بهمن. از کجای اهواز؟ مجاهد دیگه اهواز دیگه. چی؟ میگم اهواز. حالا اگه بگی مگه شما اهواز محلاشو بلدی؟ نه خب دست راست دست چپ مثلا از قطار که پیاده شم. تو هم مثل اهوازی ها مهمون نوازی یا نه؟ بله مهمون نوازم. خب چجوری باید ما ببینیم بدونیم؟ بریم لشکرآباد فلافل بخوریم حساب میکنی؟ بله اگه شما میخواین ببینین من چطوری مهمون نوازم بهتون میگم. بگو. من یک کارت بانک دارم. دعوتتون میکنم برای شام. هر شامی که شما دستور بدین من عزمتتون میکنم برای همون غذا. بله. آقا احمد کارت به نام خود شماست؟ نه به نام پدرمه ولی پدرم اجازه میده. خلیفه میبخشی که. بله پدرم اجازه میده ازش خرید کنم و اینطور. ما چون احمد خوشخوراکی مفتح میخوایم. هممون مفتح میخوایم. بله. اشکال نداره؟ هر غذایی که شما میخواید حتی یا پیتزا میخواید منم براتون درست میکنم. خدا آخه مفتح که خیلی بالاتر از پیتزاست. خب دیگه باید بریم مثلا اینجوری که این حالا خیلی خوب ماشاءالله. احمد اگر همه رو میخوای دعوت کنی الا یک نفر رو دعوت نکنی. کیه؟ حسنین. نه باید شما رو دعوت بکنم. چرا دعوت نکنم؟ نه یک نفر رو انتخاب کن که دعوتش نکنی اونو. یک نفر رو دیگه انتخاب کن دعوت نکن. هر کیو دوست داشتی اب نداره. هر کیو دوست فقط بگو اسم فلان دعوت نیست. 2 نفر رو دعوت نکن. والا شما استاد حسنین و استاد شاکر نژاد اسمتون رو نمیارم. چرا؟ یعنی دعوتیم 100%. همینو می‌خواستم. 100% دعوتیم دیگه. ما دعوتیم یعنی اونی که اسمشو میاره دعوت نیست. نمیارم قبول نداره شما رو. الان گفت دعوت نمیکنم یا میکنم؟ نه دعوت میکنه ما رو. خب گفت اسمتون رو نمیارم. اسمتون رو نمیارم چون که اون یعنی اسمی که منظورم شما اسم دوتاتون رو نمیارم یعنی دعوتتون میکنم برای شما. 100%. چرا اسمشون رو نمیاری؟ خب اسمی که نمیخوای بیاد کیه؟ نمیخوای بیاد. والا هر کدوم که انتخاب میکنه اب نداره. ببین یه راهنمایی میکنم. شما کدومو نمیخواید من برم؟ احمد جان یه راهنمایی بکنم. خب که ساده بشه واسه. خب به جثه نگاه کن. اونی که خیلی چیزه بیشتر میخوره و به ضرر توه. ببین این شیخه حذف کن. بله بفرمایید. احمد نگاه کن. این شیخه برکت این برنامه ایشونه. خب این دعوته. آره ایشون مهمان هم سید برکته. مهمان دیگه عزیزه. خب
دیگه خودت انتخاب کن. خب والا بگو حسنین. حسنین دعوته تموم نه شد. میگه از آن نترسیم. نه از آن بس که سر به تو دارد. والا من حامد خیلی میخوره. والا من استاد حسنین بهم دستور داد که باش دوست بشم. نه نگو اینو. حسنین نقشه ریخته بودی. ببین حرف راستو از بچه بشنو اینه. گفت که بهش اینو گفته کات بودی. میکنید. یعنی باور کن مار تو آستین پرده. اصلا من میشناسمت نه. چرا منو نمیشناسید؟ خب من احمدم قاری قرآنم. ای جانم ای جانم احمد. فدات آقا بشم حبیبی. خیلی خوب یه صلوات دیگه بفرستین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. سوره والضحی آفرین. از عبدالباسط. ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يا رب. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله ما شاء الله. الله حرفية ما شاء الله. انجلي بيكون احسن ما شاء الله حرفية. ما شاء الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله يزيدك ما شاء الله عليك. فأما اليتيم فلا تقهر. الله صوتك جميل ما شاء الله. وأما السائل فلا تنهر. الله وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله يزيدك الله الله عليك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله 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 الله
الله اکبر ماشاءالله علیک. میدونم که یه تلاوت دیگم آماده ای. چی میخونی برامون؟ والا سوره نمل. سوره نمل؟ بله. از کی؟ از حامد. استاد ایوب آصف. از استاد ایوب آصف. استاد ایوب آصف رو از کجا میشناسی؟ والا از محفل پارسال که دعوتش کردن برای قرآن خوندن. منم عاشق تلاوتش شدم، عاشقش شدم، برای همین رفتم سراغ قرآن خوندن. خب اول بخون، حالا بخون نمل رو ببینم. وورث سلیمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله اکبر الله اکبر ماشاءالله علیک. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله الله از کی شروع کردی؟ والا از محفل پارسال. یعنی توی یه ساله؟ یه ساله؟ بله. این همه؟ محفل استادت پارسال. کی بوده؟ کی بهت کمک کرده؟ استادم اولش استاد هویزه نژاد بود. خب بعد رفتیم کلاس استاد سید عزیز. خب بله. بعد اونجا تمرین کردیم و اینطور. بعد برادر عزیزم استاد امین کمکم کرد برای قرائت و خیلی 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 ازش تشکر کردم. برادر عزیزم. والا میخوام بازنشسته شم. بازنشسته شی؟ بزرگ شد. آینده کاری که میخواد بکنه چیه رساله؟ بازنشسته میخوام بشم. چرا بازنشسته؟ از الان بسته رو من اونجا تو خونه میرم ظرفا رو میشورم، برای پدر و مادرم غذا میارم، بعدش میخوابم و بانک بهم پول میده. گعده میکنه. این که کسی که از الان به فکر بازنشستگی کارکن نیست، 30 سال بعد کار کنی یا بعدش بازنشسته شی. میدونستی اینو؟ والا دیگه کارم همینه. چی؟ کارم همینه، ظرفا رو میشورم و میخوابم. اون ظرفا جا به فکر حقوق بازنشستگیش هم باش. از الان باید حقوق بازنشستگی بدی بشه. سید حسنین تو لباس زده جلو. احمد لابس ملابس حلوه وكاشخ وجاي. ايه بعد لبسه حلوه. ملابسك حلوه. ايه من احلى انا لو انت؟ والله ما يفرق. اخي بابا يا حبيبي. استاذ انت احسن، انت حلو من عندي. فدوى اروح لك. انا خاب شراء از این لباسا میپوشی؟ والا محفل پارسال که دیدم، خب دیدم استاد ایوب آصف رو دعوت کردم به برنامه. خب بعد خیلی قشنگ میخوند، منم عاشق تلاوتش شدم، عاشقش شدم. بعد این لباسه در مورد عشق استاد ایوب آصفه. به مدل ایوب. آره. کرده. خب حالا من دوست دارم اون آیه‌ای که ایوب خوند و تو با اون آیه تلاوت شروع کردی یه بار دیگه بخونی. بسم
الله يفتح عليك. الله 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 الله. وقال الحمد لله. الله 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 الله. وقال الحمد لله. کوتاه نمیاد. كريم ادامه بده. ظلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله. İki ederim. اهلا 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 حبيبي 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 كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله. هلا تعال. احمد پاشو. خب اهلا اهلا به اهلاً. عشق احمد استاد ایوب آصف رو هم دعوت کردیم. به به تشویق بکنید. كيف الحال؟ ممنون زين. أنا كنت همشي بس لما سمعت إن هو يقلدني أنا قلت لازم أقعد وأسمع. يا بارك الله فيك. بارك من الله وقتی فیک. شنیدم که ایوب. ایشون داره از من تقلید ربنا میکنه یحفظه. سبک منو، تصمیم گرفتم بیام اینجا و شخصا ازشون تشکر کنم بارك و الله این فيك. آیه رو دوباره برای ما بخونم. أنا جبت لك هدية. از اول میخوای اینو بهت هدیه بدم، اولین توپو؟ بس لم تاخدها الآن لحد ما اسمع وورث سليمان وداود تاني وأنا عايز أقرأ معاك ممكن؟ این هدیه رو بهت نمیدم مگر اینکه این آیه و سلیمان و داوود رو با هم بخونیم و بعداً با هم دیگه قرائت کنیم تا بهت هدیه رو بدم. تمام؟ يلا. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله يا احمد. الله هذا هدية لك. این هدیه برای شما است. هدية لك واكتب عليها اسمي ان شاء الله تخليها معاك. الان برات اسمم رو امضا میکنم ان شاء الله بمونه. رفت به وجه فوتبالیست بودنش ایوب دیگه، چون بازیکن آرسنال بوده دیگه، بالاخره یه امضای فوتبالی و آره دمش گرم و این معرفت ایوب رو میرسونه. ایوب آصف رو تشویق بکنی. اشکرت ایوب. احمد ممنون. تو الان خوشحالی یا نه؟ ما میخواستیم که خوشحال بشیم. ايوب لا، لحظه لا، لحظه ايوب خوشحالم. تعال هنا تعال لحظه خليه يجي ايوب هنا. تعال 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 تعال. چه آقا با من هماهنگ کن، چه خبره؟ بیا اینجا آقا. حالا که قرار جایزه بدیم. اوه برای چی زحمت کشیدی؟ برای چی زحمت کشیدی؟ آقا این حکم نمه رو بره. انا جنبك انا جنبك. این حکم نمه رو بره. احمد خیلی خوشحالی دیگه. بله خدا وکیلی. بله خیلی خوشحالم. حاج احمد چون شما علاقه داری به اسباب بازی خودت هم روشنش کن. این فقط نوشته بود روش 100 بشین. کیلو. من 102 کیلو هم. من 102 کیلو هم. بیا اینجا. نه خدا احمد بشینه حله. نه، من اونو بده من خودشون. نگه دارم برات. تو بشین روی این. برای چی آقا؟ ای نه، بشین بابا برای عزیزم، چی اینجا نداره؟ الان روشن- حاج احمد رو نه، ولش صبر کنی کن، میشینه صبر کن. روش. بذار یادش میدم. اینو بزن. رسالت حاج احمد کنترل کن سوار نشه. حسنه بذار صدای موتور رو بشنو کیف کن. دوباره بزن. ولی من فکر میکنم شاسی شکسته، چون معمولا چیز هدیه میده اینو قبلش که خودش بزنی میشه. میره جلو. حالا بشین آره بشین نمیتونم بالا. بشین نمیتونم بالا. نه بشین روش نترس. کنه. باریکلا. به به آفرین. حالا آروم گاز بده. تو بذاری گاز. حالا یه ذره گاز بده. آها مواظب باش یواش یواش یواش.
با این تا خود اهواز میتونی بری. تا خود نه امینم سوارش کن بعدن، البته الان نه. امینم سوار کن 2 نفر با اهواز تا این بریم. استاد داداش عشق قصه نخور، با هم سوار میشین به افتخار امین و احمد. یه قربونت دارم من. اولا از حاج احمد خیلی ممنونم، از ایوب آصف عزیز خیلی ممنونم. حالا که ایوب آصف از اون سر دنیا اومده تا اینجا برای احمد و حضور در محفل، من ازش خواهش میکنم که یکی 2 روزی تو این میز میزبانان ما بشینه. شما موافقین؟ کی موافقه؟ بسیار عالی. بسیار عالی. ممنونم. مخلصی. رسالت رسم مهمون نوازی رو به جا آورید. داداشم اینجوری تکمیله فکر میکنم. آره تکمیل کامله دیگه، نیازی نیست. اون اتفاقی که می‌خواستیم بیفته یواش یواش افتاد. این گوشی کیه؟ دلت میاد حسن، خدا وکیلی دلت میاد. چهره مهربون رو ببین. ما رو چیز میکنن میفرستن برابر. اینا واسه کیه؟ پشت این ستاره حلبی قلبی از طلا داره، خدا وکیلی. به افتخار حاج احمد. فصل قبل گفتم امپراتور ظرفیت، هر چی باهاش شوخی میکنن بازم ظرفیت داره. زنده باشی الهی. مخلصیم. بفرمایید.